سلام، چطوری بچه‌ها؟ من هستم. خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز شما آموزش ببینیم چجوری مثلا یه عکسی رو دانلود کردیم دوست داریم بذاریم پس زمینه تبلت یا کامپیوتر. اول شما مثلا اون تصویری که دانلود کردین رو باید داخل این بریزین. حالا داخل این من از مای کامپیوتر آوردمش بیرون، روی دسکتاپ آوردمش. اینو و شما نصب کن، میگم نصب و داخل مای کامپیوتر اینو پیدا کنید و بیاریدش بیرون. مثلا هر عکسی مثلا دانلود میکنید و میریزین داخل. الان من روش کلیک کردم، میریزین روی این. حالا مثلا یه جای خالی روی دسکتاپتون کلیک راست میکنید، این گزینه پایین اینو میزنید، بیاد بالا. اینجا چند تا گزینه داره مثلا برای تغییر دادن اینا، مثلا گزینه هایی که داخل ویندوز اینجا برای اینا و مثلا چیای دیگه. حالا میفهم لپتاپم باگ خورده، اومدم بالا، داشتم فیلم کردم، رفتم کاری انجام بدم، لپتاپ خاموش کردم، دوباره روشن کردم، باگ خورد دیگه. مثلا اینجا مثلا اون عکسی رو که مثلا نگاه کنید، الان میبینید این ردد، این عکس چی بهش میگن، عکس رونالدو اسکانیا. الان کنیم و بریم داخل این، نگاه کنید اینا اینجا هستن، نگاه کنید اینا رو مثلا بریزین، میتونید چی کنید، اینا رو بریزین میتونید مثلا بذارین برای چیتون. ما این کانال تلگرامی نداریم، اگه ساختیم مثلا عکس‌های خفنی مثل همه اینا رو داخلش قرار میدیم، میتونید بردارین. هر موقع هم ساختم بهتون میگم، یا داخل کامنت های این ویدیو یا ویدیو جدید. اینا الان چی هن؟ مثلا عکس خوبن، مثلا قراره چند تا دیگه هم دانلود کنیم. این آموزش به این راحتی. خب بچه‌ها، این برنامه این کسی آموزش ادیت باش بلده تو کامنت ها بگه، آیدی اینستاشو بذاره من بهش پیام بدم، بهم یاد بده. ادیتور خوب میزنه ولی فکر کنم باید خوب بشه. اگه کسی بلده بهم بگه آیدی چیشو بذاره. و مثلا آموزش اگه دانلود این برنامه که مثلا میتونید از دسکتاپتون فیلم بگیرید و ویدیو آپلود کنید و خواستین بریم تو کامنت ها بگین، آموزش دانلود اینم میذارم براتون. و بچه‌ها لایک و ساب فراموش نشه. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، بای بای.